روایت عطار از سیمرغ خیلی زیباتر از روایت فردوسیه. دنیایی از پرندگان که عطار توی منطقه طیرش میسازه دنیایی پر از مشکل و پرنده ها راه حل در پیدا کردن یک رهبر فرزانه میبینن و اونجا هدهد سیمرغ رو پیشنهاد میده. پرنده افسانه‌ای که جواب تمامی سوالات رو داره، ولی برای پیدا کردنش باید تا کوه قاف رو بری. هزاران پرنده حرکت میکنن و بعد از گذشتن از 7 مرحله تنها 30 مرغ به کوه قاف میرسن. و چیزی که پیدا میکنن سیمرغ نیست، آینه حقیقت. چیزی که امروز من روبروت نگه داشتم افغانستان و توش سیمرغ رو نمیبینی، خودت رو میبینی. خودت مشکل خودت رو حل کردی و تا اینجا رو اومدی. سیمرغ خودتی. بیاید مشکل دوم رو حل بکنیم. بیاید همدیگر رو انکار نکنیم. تاریخ همدیگر رو، فرهنگ همدیگر رو، زبان همدیگر رو. محمد رضا احمدی بودم، 5 اکتبر 2023، نمایشگاه مترجم. That's okay with you?